دنیا زیباست اما زیبایی ظاهر را چه سود، آنجا که عدالت نیست و زشت سیرتان بر جهان حکم میرانند. در جنگ ها همواره گل ها لگدمال می شوند و اگرچه گلی که در گلستان ارباب ظلم و فساد بروید زیبا نیست، اما پوتین های ما هیچ گلی را لگدمال نمی کند. وقتی قدمگاه مجاهدان راه خدا سجدگاه فرشتگان باشد، گلها بر پوتین های ما بوسه می زنند. شلونك زين؟ سلام علیکم. باشی برا شدی؟ این برادر میگه نام آبادی چیه؟ جلیل میگن جلیل. ابو عبیده است میگن. روساییان با خوشرویی بسیار اما نه سر خوشخدمتی و چاپلوسی از ما استقبال میکردند. کردهای عراق با جنگ و مبارزه بیگانه نیستند. سالهای سال است که آنها با نظامهای حکومتی کشورشان میجنگند و اگرچه آرمانشان خودمختاری کردستان است، اما شکی نیست که سرانجام علاقه‌های دینی بر سایر انگیزه‌ها و تعلقات غلبه خواهد کرد. روستایی که توش هستیم و الان مشرف به شهر حلبچه هم هست، کی آزاد شد؟ ازم موضوع شما این دومین روستایی بود که آزاد شد، تقریبا دیروز صبح بود. درست. ما گفتن که ارتفاعات آزاد شده و از طریق پیاده وارد بشین، ارتفاع طبقه بالا مشاهده کنید شما. بله. از بالاترین نقطه ارتفاعات ما با دو دسته بردارا وارد شدیم و آمدیم مقر قرارگاه توپخانه دشمن. درست. که تقریبا استعداد نیروش هم خیلی زیاد بود. از همون بالای یال که برادرها شلیک کردن گلوله آرپیجی را فرار کردن و کلی وسایل جا گرفتن. آمدیم پایینتر روستای دوم بود به نام روستای دالامار که روستای دالامار برادرها پاکسازی کردن و کلی مردم و برادران و خواهران کرد و مسلمان اونجا بودن. بسیار با اینا قاطی شده بودن. وقتی که ما رفتیم از اونها استقبال کنیم نامردی کردن و شلیک کردن روی برادرها و بلافاصله برادرها با درگیری شدیدی چند تا از اونها را به جهنم فرستادن و تو همین دشت فرار کردن به طرف شهر حلبچه. وقتی وارد روستای دوم شدیم دیدیم که ستون‌های دشمن با کامیون‌ها در حال فرارن و چند تا گلوله آتشی برادرها زدن. متأسفانه نرسید و فرار کردن حتی به شهر حلبچه. نفرات هم توی دشت فرار کردن. روستا را پاکسازی کردیم. در این پاکسازی ماشین ما دیدیم که مال مخابرات مرکز پیام دشمن بود در این منطقه که چند تا تیر برادرها بالا سر شلیک کردن. جاده را نتونست از جاده اصلی بره چون ما جلوی جاده را بسته بودیم. لذا آمد اینجا که فرار کنه، افتاده توی جیبا و گیر کرد و امروز برادرها آمدن کمک می‌کنن که انشالله ماشین درارن و به امید خدا عازم هستیم که بریم برای روستای بعدی که پاکسازی نشده و در حال حاضر هم گویا دو تا از لشکرها وارد شهر حلبچه شدن و استقبال گرمی کردن از رزمندگان. خود مردم شهر وقتی از قرارگاه پیام میدادن که گویا نوشابه و غذا و حتی کباب هم برای رزمندان پخته بودن که با استقبال گرمی مردم مسلمان عراق از رزمندگان اسلام پذیرایی کردند و تشنه حکومت جمهوری اسلامی در عراق هستن انشالله. و اما در این گوشه که میبینیم در حال حاضر دشمن از کل دشت
4 طرفش گرفته شده و تجمع کرده در یک گوشه که در دست دشمن است و با حالت محاصره در آمده. انشالله ما هم که میریم بتانیم در یک قسمت هم که مرحله سوم میشه گردان به خط میذاره انشالله سهمی برده باشه و آزادگان اسلام رو انشالله بتانیم یاری کنیم انشالله. السلام علیکم و رحمت الله. چیه؟ تیربار توشه؟ بیا تیربار چیه؟ با الحمدلله. یکی رو بگیر. بگیرش بیا اینو بگیر. هنوز غالب روستاییان در محل سکونت خیش مانده بودند. آنها ما را شناخته بودند و می‌دانستند که جایی برای ترس وجود ندارد. هیچ لشکر فاتحی در جنگ‌ها آنگونه نبودند که اکنون سپاهیان اسلام هستند. فتح حقیقی فتح دل‌هاست. سلام. همه ماشینا رو گذاشتن فرار کردن. سلام علیکم. مرتضی کو؟ یا این بعید نیست مرتبه بزنه ها. به یک ستون موتوری از دشمن برخوردیم که در میان دشت رها شده بود. بچه‌ها سعی می‌کردند که یکی از ایفاها را راه بیندازند تا بار حمل خود را بر گرده آن بگذارند. از آنجا از دامنه ارتفاعات مشرف بر شهر حلبچه خوب دیده می‌شد که آتش بمب‌ها با شهر و مردم آن چه می‌کند. آنها که می‌توانستند پیاده یا سواره نخست به سوی روستاهای دور از شهر و سپس به جانب ایران می‌گریختند. رزماوران اسلام نیز آنان را یاری می‌کردند. تو عکس ایران بگیریم. کجا تو میشی؟ کجا تو میشی؟ کجا تو عکس ایران؟ کجا تو میشی؟ ایران هستی؟ نه ایران. سلام. حالت خوبه؟ الله. خوبی؟ باشی؟ باش. سلام. حالت خوبه؟ عراق چه کردی به نظر؟ باش بده ماش. عراق چه کرد؟ آوا یکی بهتره. دانشین اول نوم خانگاگان. کسی دن کشته نوی؟ بمبارانه؟ آره کشته بی؟ چند نفر؟ آره زور بی زیاد. 100,000 جمعیت داره اینجا. حالا چه؟ حالا جمعیتش تو شهرن؟ اما خلقکانی حالا نو حلبچه؟ حالا نه بس حالا نو خود حلبچه. استقبالا لپاسارگان چجور بی؟ والله والله استقبال من معجب زور که اخلاق زور بر اخلاق انسان زور محترم. دیگه اخلاق خیلی خوبی داشتن، اخلاق اسلامی داشتن. اما موقعی که پاسارگان رشان نو شهر اذیت آزاری نکرد و اخلاقا زور محترم انسان. هیچ اذیت آزاری نکرد. اخلاقی زور آن لجمهوری عراقی زور بستر. ان شاء الله که عراقش بده جمهوری اسلامی پاسدار خوب چیوا لخواتن ان شاء الله تشکیل بین جمهوری اسلامی. خب سختی گیری اولاگه سختیه. والله همش تبغى راح يدس فيها. ایمش 10 سال پیش انقلاب کردی و گردش سابق کشتار زیاد بیو. الان الحمدلله جمهوری اسلامی. دوباره دستش دست چپا. دستش. دوباره الان میذارم. بچه ها بنداز برو جلو سرسداش یه حالا که رخت و رفته میرن پناهگاهی را اومد
عافیت طلبان میگویند که اگر شما نمی آمدید صدام با مردم حلبچه این چنین نمی کرد و گوش ما با این سخن ناآشنا نیست. ما خونخواهان مسلم ابن عقیل هستیم و او نیز از ابن زیاد همین سخن را شنیده بود. ابن زیاد گفته بود شما آرامش را در هم ریخته اید و در میان مردم تفرقه افکنده اید و اکنون نیز حکام جور همان را میگویند. آری اگر ما سر در گریبان غفلت فرو بریم و به کنج عزلت بخزیم، آرامشی آنسان که ابن زیاد میخواهد بر جهان حاکم خواهد شد. اما این آرامش سکوت رعبی است که از ترس گرگ در رمه افتاده است و انسان گوسفندی نیست که اگر آب و علف داشته باشد دیگر هیچ نخواهد. ما مدافعین مظلومان سراسر تاریخ هستیم و نباید هم که ارباب ظلم دست از ما بردارند. گلستان عدالت در باطن آتشی است که نمرود برافروخته است. گروه تلویزیونی مرکز زنجان نیز به ما پیوستند و با هم به سوی شهر حلبچه به راه افتادیم. خدا قوت، خست شما خسته نباشید. ورود به آن شهری که از فراز دشت در زیر آتش دیده بودیم پای توکل می‌خواهد و دل آشنا با مرگ یقین می‌خواهد. تهور ماجراجویانه شاید بتواند تو را به کام ماجرا بکشاند، اما ماندن و دیر ماندن و پایدار ماندن جز با توکل و یقین به معاد میسر نیست. اولین لشکری که وارد شهر شده است بچه‌های بدر هستند که خود اهل عراقند، تا دنیا بیش از پیش بداند که ما در پی کشورگشایی نیستیم و مگر دنیا نمی‌داند. شیاطین همه مفاهیم را در هم ریختند تا هیچ کس سر از حقیقت در نیاورد. اما ما به فطرت الهی انسان اعتماد داریم و می‌دانیم که پافشاری ما بر حق و عدالت نهایتاً همه چیز را روشن خواهد کرد. وایسا یواش اونور وایسا اونور وایسا اونور وایسا نوار عوض کن سگمن وایسا نوار عوض کن این همین جاست که بمبارون کرد جای بمبارون اعلام کنترل شهر ناتوان و زبون از پیش پای شجاعان دشمن شکن مصابنه بکنید. سلام علیکم. مرکز کنترل شهر اهل حق همواره در مظلومیت زیستند. در عصر جاهلیت عدالت مفهوم از یاد رفته است. اهل دنیا را خواب مستی در رو بوده است و دزد و شحنه نیز دست در دست هم دارند. آیا چشمی بیدار نمانده است؟ همه چیز در کف نمرود و نمرودیان است. آنها مهلت یافتند تا جهان را میان خویش قسمت کنند و شحنه و قاضی را نیز خود برگزینند. حکومت ظاهر در کف نمرود است، اما کعبه عشق را ابراهیم بنا کرده است. ای ابراهیمیان، فریب ظاهر را مخورید. گلستان عدالت در باطن آتشی است که نمرود برافروخته است.
بالای شهر می‌بینید ارتفاعات بنام شیرازی هستن و ارتفاعات بلندگو هستن که مشرف بر شهر بودن. حدود 3 شب پیش توپ لشکرها عمل کردن و ارتفاعات را نیروها حدود 24 ساعت راه آمدن و شهر را ارتفاعات رو برقرار کردن. وقتی در ارتفاعات مشرف شدن دخالت کامل بر شهر داشتن و تقریبا از 5 شب بود که دستور ورود دادن به شهر و شهر رو تقریبا پاکسازی کردن. بحثیون بیرون رفتن و هنگامی که واقعا رزمندگان صبور شهر حلبچه با پخش نقل و نبات و نوشابه و پخت غذاهای گوناگون برای رزمندگان به نحو احسن استقبال کردند، به طوری که واقعا چشمی بود و صدا در بیسیم‌ها، در فرماندهی‌ها و در قرارگاه‌ها پیچیده بود که استقبال گرم مردم برخورد کردند و در شهری که جمعیت حدود 100,000 نفر به قول خودشان داره در حدود 24 تا بیشتر طول نکشید بر اثر کمکی بود که مردم به رزمندگان کردند. بحثیون از شهر بیرون زدن و شهر پاکسازی شد و الان برخوردی که ما با کردها داریم واقعا با مردم اهل حلبچه داریم واقعا راضی هستیم. برخورد و برادره هم اکنون که شما می‌بینید اطراف دریاچه صدر دربندی خان مستقرن و دو گوشه را بستن و دشمن بحث زبون در حالت گیجی و گمی به سر میبره و در محوطه خود همین حومه حلبچه به سر میبره و تا حدود ظهر بود که کلی ستونهای غنیمتی، تانک، نفربر و خودروهای دشمن به دست رزمندگان اسلام افتاد که خود برادر خبرنگار هم با همین خودروهای غنیمتی آمدن و دارن سیب برداری میکنن و به حمدالله عملیات شاید بگم از بیت المقدس کمتر نباشه 100% بیشتر از بیت المقدس بود. کجا؟ برو بالای دیوار قسم کرده و بیا تو خود هم اینجا چرا دستانی دارم اینجا رو زد بشین حاجی جان. مداوم رژیم صهیونیستی و بحثی عراق قرار دارد. هواپیماهای رژیم مزدور عراق از صبح امروز تا کنون بیش از 20 بعد خود کردا رو چیز می‌کردین، جراحتشون می‌بستین. چرا بمبارون کرده بود؟ چرا خیلی مجبور شدن مردم کرد؟ ولی مجبورشون کجا فرستادین؟ بیمارستان خودی همین شهر. بیمارستان خود شما چیکاره این؟ پزشکاری گردانم. پزشکاری گردانین اومدین مردم خود کردو؟ خودی همین مردم که مجبور میشن. الان که اومده بمبارون می‌کرد. همین الانم کلی الان احتمالاً مجروح داره. آمبولانس‌های ما رفتن، ما هم همین جا گشتی هستیم تا هر جای بمبارون کردن. خدا ان شاءالله بهتون خیر بده. التماس دارم. ملت قهرمان و پیروز. واکنشی که دشمن در حلبچه از خود نشان داد در هیچ یک از مقاطع دیگر جنگ نظیری نداشته است. او میپنداشت که همه دشمنان او اکنون در شهر حلبچه جمع شدند. رزماوران اسلام، دلاوران سپاه نهم بدر و مبارزین کرد عراقی. اگر به سابقه مبارزاتی مردم کرد عراق و دشمنی دیرینه حزب بعث با آنها نظر نکنیم، هرگز در نخواهیم یافت که چرا دشمن در حلبچه واکنشی آنسان از خود نشان داد. گذشته از آن که او می‌داند اگر امروز با تمام قدرت وارد جنگ نشود، دیگر هرگز هیچ فرصتی برای ادامه حیات نخواهد یافت. اما شیطان پایبند به هیچ اصلی نیست. او می‌خواهد بماند و اگر این ماندن به بهای از بین بردن همه مردم جهان نیز میسر شود، باکی ندارد. در بالای ارتفاعات مشرف به شهر، همه امکانات سپاه اسلام در خدمت تخلیه مجروحین و آوارگان قرار گرفته بود. اگر امروز کار بشر بدانجا کشیده است که صلح را در سایه موازنه تسلیحاتی ابرقدرت‌ها می‌بیند، باید بپذیریم که از جنگ گریزی نیست، اما جنگ‌های امروز نیز بر روش‌های ناجوانمردانه استوار است. در جهانی که هیچ چیز، حتی کفر و نفاق و فساد و فحشا و دروغ مذموم نیست،
استفاده از سلاح‌های شیمیایی مذموم است، اگرچه نه برای همه. و این رسم جهانی است که بر آن ارباب شهوت حکم می‌رانند. در جهان این چنین سازمان‌های بین‌المللی شحنه‌هایی هستند که دست در دست دزد دارند و حریم قدرت زورگویان را پاسبانی می‌کنند. داداش من خانوم و این پدرمون کجا مجبور شدن؟ اطلاع دقیق ندارم، فکر کنم تو روستا تو همین بمبارونایی که با هواپیما میکردن خوشه‌ای زدنش. خوشه‌ای خوردن؟ انشالله خوب میشن؟ چون زخمشون سطحیه ولی اون پیرمرده خیلی عمیقه، چند نقطه بدنش ترکش خورده. نه عراقی هن، کردای عراقی. کالا زن و بچه‌شون گفت که من گذاشتم تو روستا. بله. ماشین داریم بنزین هم گفتم برو اونجا بین اگه همه بنزین هست فردا بیاد. زن و بچه‌شون زن و بچه‌شون تو روستاست. بله. بعد الان من کنسوماشون کنم براش. بله. بره بیاره. پیرزنه 7 نقطه بدنش ترکش خورده. همیشون؟ نه یکی مرده 4 نقطهش ترکش خورده. این صدام کلا نیرو داشتم اینجا خدمت میکنم. ما مجروحی نداشتیم. بله. فقط امروز که بمباران کردم، بمباران خوشه‌ای چند تا از برادران شهید شدن و تعداد کمی هم مجروح کردن. بله. نه اوه اینا هم داره میبره بازه مردم شهر حلبچن. آره نه آره نه دیگه کامیونایی نه کامیونای سپام هستش. نیاد این بندگان خدا رو بزنه. نه بمبارو در رفتن به اینجا فرار میگه از زیر بمبارون‌های هواپیماهای عراقی فرار میکردن. بده خداوند شیطان را آفریده است تا انسان در مبارزه درونی و بیرونی با او و اذنابش به کمال رسد و کره زمین سراسر عرصه مبارزه انسان با شیاطین است. خداوند شیطان و یارانش را مهلت داده است تا جهان را در کف خویش گیرند و کار را بر مؤمنین دشوار کنند و کمالات انسان سراسر در کشاکش این دشواری ها و ابتلاعات ظاهر می شود. عافیت طلبان می گویند که اگر شما نمی آمدید صدام با مردم حلبچه این چنین نمی کرد و گوش ما با این سخن ناآشنا نیست. ما خونخواهان مسلم ابن عقیل هستیم و او نیز از ابن زیاد همین سخن را شنیده بود. ابن زیاد گفته بود شما آرامش را در هم ریخته اید و در میان مردم تفرقه افکنده اید و اکنون نیز حکام جور همان را میگویند. فریاد قیام از همه جا برخاسته است، از فلسطین تا افغانستان و دورتر تا آنجا که پرتو این شمس تابیده است. آری اگر ما سر در گریبان غفلت فرو بریم و به کنج عزلت بخزیم، آرامشی آنسان که ابن زیاد می‌خواهد بر جهان حاکم خواهد شد. اما این آرامش سکوت رعبی است که از ترس گرگ در رمه افتاده است و انسان گوسفندی نیست که اگر آب و علف داشته باشد دیگر هیچ نخواهد. ما مدافعین مظلومان سراسر تاریخ هستیم و نباید هم که ارباب ظلم دست از ما بردارند.
گلستان عدالت در باطن آتشی است که نمرود برافروخته است. شیمیایی زده آجی؟ کجا؟ تو حلبچه؟ بفرمایید سوار شید. کیمیایی زده؟ کیمیایی. برید سوار شید برید. کجا بودی؟ حلبچه یا؟ بفرمایید برید سوار شید. برید سوار شید. سوار کنید. چی شده چشمای شما؟ کیمیایی. کیمیایی کجا؟ حلبچه؟ شما اهل خود حلبچه هستین؟ این خانم هم کیمیایی شده چشماش؟ بفرمایید. خانم سلام مرا به جهادگران این دلاوران گمنام برسانید. امام خمینی 27 اسفند ماه 66 منطقه عملیاتی والفجر 10 ساعت 2:10 بعد از ظهر از یکی از اسکله های حاشیه دریاچه در بندیخان به قصد دیدار با برادران گردان امام حسن مجتبی حرکت کردیم، یکی از گردان‌های انصار متعلق به جهاد باختران. گفته بودند که آنها در زیر شاخ تیمور جناح مستقر هستند و تا آنجا راه زیادی در پیش بود. اونم بار میزنن بره بود بس. کمپرسی میرن چیکار بچه جان اومد؟ کجا کار ده دقیقه در آب پیش رفتیم تا در آن سوی رودخانه پهلو گرفتیم. این جاده که الان توش هستین این کی زدن بچه ها؟ این همون بعد از عملیات، همزمان با عملیات، یه روز بعد از عملیات درست بچه های جهاد باختران با حول خوب پروردگار زدنش. بله، یعنی قبل از عملیات یا در حین عملیات؟ این عملیات که شبش بود، صبح عملیات ما به ما مأموریت دادن که این جاده رو بزنیم. بله. و 2 روز زدیمش، حدود 5-6 کیلومتر. درست. اون شبی که بچه ها کار میکردن مسئله نداشت، خطری نداشت؟ نه، اون شب الحمدلله او بچه های شیردل بسیج چنان حال و روزگار ای بسیار کرده بودن که اوضاع و احوال از دستشان، اصلا کنترل از دستشان در رفته بود. ما با اینکه جلو دید مستقیمشان کار میکردن بچه ها،
و تو شب با چراغ روشن باز یه دانه تیر به سمت اینا تا وقتی که جاده تمام شده شلیک نشد. بله الحمدلله. بفرم. آره ماشاءالله بلند بلند یعنی چی؟ خیلی گرمه؟ گرم خسته نباشی داداش. راه بسته است حالا؟ نه یه آنه که جا کنم دیشب دیره بخیر فکرت بود. الان این بولدوزر بچه خودتون داره کار میکنه؟ بچه جاد باختران داره. دست تقدیر ما را با برادر صادقی همسفر کرده بود. او راهنمای ما بود. دانشجوی آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، اما تعمیرکار ماشین‌آلات سنگین راهسازی. در همه حرکات جثه بسیار لاغرش جلوه‌ای از اراده عظیم آشکار بود، با زبانی یکسره به تسبیح گشوده. داره رگلاژ میکنه؟ داره رگلاژ جاده میکنه. میپوشه تیغه منو دیگه اصلا نمیشه بری بالا. جای ترکشه چیه رو ماشین؟ جانم؟ جای ترکشه چیه رو ماشین؟ صبحی خورده. جانم؟ همش صبحی خورده. صبح خورد؟ چی خورد؟ یه توپی آمد کل محوطه را سیاه کرده. بعد کسی که پشت فرمون بود طورش نشد؟ نه خودم بودم چیزی نشد. الحمدلله. نعمت الهی. عمر دوباره به ما داد. الحمدلله. این جاده رو چند شبه تا اینجا رسوندید؟ حدوداً خودت پیشتر بخیر بانیدی. دقیقاً در جریانش نیستم چون که کار مهندسی مومن نیست. درست. من در رابطه با تعمیرات کار میکنم. بله. همین مقدار کفایت میکنه که بگم حدوداً یه هفته بچه اینجا کار میکنم. بله. جاده یا آبه؟ آبه. جاده میخوره به پشت سد دربندی خان؟ آره دیگه. آب میخوره به پشت سد دربندی خان. اینجا جاده بوده بچه ها جواز زدن یا نه؟ جاده نبوده. این جاده چه نقشی داشته تو تدارکات؟ خیلی مهمه. شما جهت قلبی رو در نظر بگیرید داره یک رگ‌هایی است و این تدارکات نیرو لازمه این جاده هایی که جهاد میزنید. ما زیبایی‌های جهان را خارج از جنگ جستجو نمی‌کردیم که بی‌انگاریم تسلیحات بجا مانده از دشمن فضای بسیار زیبایی حاشیه دریاچه را زشت کرده است. ما برای حفظ استقلال خویش و اقامه عدل بر کره زمین باید بیاموزیم که چگونه در یک مبارزه دائم زندگی کنیم و این چنین نباید جنگ را عارضه‌ای زاید بر حیات بدانیم. تا دنیا دنیاست، زندگی در مبارزه دائم با شیاطین معنا دارد و عافیت طلبان اسیر خیالات هستند. در این محور نیز جای جای به آوارگان شهر حلبچه برمیخوردیم که با اتومبیل‌های شخصی و یا سوار بر کامیون‌های باری به سوی ایران می‌رفتند. ها؟ ای برادر آمدن بالا ببینن. اگه بخوای بگی درست بگی. اون ارتفاع روبرو تیزه شاخشامرانه؟ از همون جام دید داره میزنه ها؟ اون ارتفاع روبرویی شاخ سرمه است بله؟ بچه های خودمون روش مستقرن دیگه؟ الان بچه های جهاد هم حول هوشش کار میکنن؟ دارن جاده درست اونم که شاخ شنگان.
الله. اینجا میدون مینش بود انگار. این میدون مین و اینا واسه چی اینجا؟ بچه‌ها حمله رو از اینجا تا آنگاه که عدالت بر جهان حاکم شود، ای چشم بیاموز که گلهای سفید را این گونه بنگری. میدان مین عارضه‌ای نیست که خواب بامدادی من و تو را پریشان کرده باشد. اگرچه آنها که مین کاشتند گلها را دوست ندارند. سختی دنیا شیرینی آخرت است. خسته نباشین داده، حال شما خوبه؟ سلامتین؟ این هم یه سری دیگه توپخونه هاشونه. اونا مال عراق بوده دست ما افتاده؟ کلش این خود شاخ سرمه هست نه؟ خسته نباشی. طبیعت خدا چقدر قشنگه، قشنگ همه اینجا سبز و پر از گله. رسیدیم تقریبا پای خود شاخ سرمه. بچه‌های جهاد اینجا کار میکنن؟ اینجا کار. ساعتها راه رفتیم تا در پای ارتفاعات تیمور جناح به یک غار رسیدیم و این غار کهف گمنامی جهادگران بود. تقدیر حقیقی جهان در کف مردانی است که پروای نام ندارند. آنان از گمنامی خیش کهفی ساختند و در آن پناه گرفتند. کهفی که آنان را از تطاول دهر مسون خواهد داشت. اصحاب کهف خود را از تعلقات رهاندند و این چنین ننگ تعلقات نیز دامان آنان را رها کرده است. سلامت هستی؟ شما برادری جهاد هستی؟ بله. کدوم جهاد؟ جهاد باختران. جهاد باختران. چه میکنید اینجا؟ حالا اینجا سنگر داریم میسازیم. خدا حفظتون. چون چادر نداریم و هر صورت غار گیری آوردیم به شکل سنگر در بیاریم و استفاده بکنیم. شما بعد الان اومدین زیر شاخ سرمه؟ بله. کارتون چی هست؟ الان میخوایم که بالاخره به خاطر که قله آزاد بشه اجازه میزنیم که بچه سپاه بیانیم پشت مقر بگیریم. بله. تو خانه شلم بده. البته بچه های سپاه بسی جلو هستن. یه تعدادی که چون الان ما شکل عقبه را گرفتیم. درست. الان بخوایم جاده سازی بکنیم به خاطر اینکه بالاخره همین شاخ سرمه، ولی خب بچه‌ها اون طرف آب هستن. بله. این تعدادی بالاخره هستن. از این طرف هم فکر می‌کنم خط اول همین شاخ سرمه باشه دیگه. نه، جلوتر هستن. خیلی جلوتر هستن. پایین شاخ شمیرانن. ها؟ پایین شاخ هستن. پایین شاخ شمران الان بچه‌های ما. پایین شاخ. خب الحمدلله. شما می‌خواید الان جاده بزنین که چی بشه؟ جاده تدارکاتی شاخ میشه و شاخ آزاد میشه ان شاء الله. بله. خدا نگهدار. برادر محبی از سر مزاح به گوشه های غار اشاره می کرد و می گفت اینجا مهمان خانه است، آنجا نهار خوری و اینجا هم اتاق خواب و این چنین خانه نشینان اهل سکون را عبرت می آموخت. اینجا مهمانخونه است. کجا مهمانخونه است؟ مهمانخونه خط اول ها؟ بله اینجا مهمانخونه است. اینجا هم که غذاخوری، اینجا هم خوابگاه است. بله. خب اینا مثل کنار این موره. توضیح لازم است در مورد جاده بتم. جناب؟ بله حتما. این جاده‌ای که الان داریم میزنید انگیزش چیه؟ یعنی چه کار اینجا انجام میده؟ ازم به حضور شما باشه که بالاخره الان اون قله که شما مشاهده میکنید اون
قله اون طرف. پشت سریه؟ بله اون قله که الان دست نگاه خودمان است. اون تا یه قله که اینجا هست دست پشته. همون بحثیونه. درست. ما میخوایم یه جاده تدارکاتی بزنیم که بچه‌ها در دید مثلا دشمن نباشن، از اینجا حمل و نقل کنیم وسایلشان. بله. ولی خب این جاده قبلا که بالاخره به صورت حیوانات بود که وسایلی که داشتن همش این بچه‌ها بالاخره با همین حیوانات وسایلشان هم نقل می‌کردن. ما سعی کردیم که انشالله زود این جاده بدیم که این بچه‌ها به راحتی همون یابوزابشان صورت بگیره. بله. خدا خیرتون بده. شما از کدوم شهر هستین؟ ما بختران هستیم. همه دوستانتون هم همینطور؟ بله بچه‌ها کلا مال بچه‌ها. چند شب اومدن تو زیر شاخ سرمه بچه‌ها کار می‌کنن؟ والا الان حدود تقریبا 3 روز میشه که اومدیم اینجا. بله. یعنی البته شاخ سرمه که بالاخره اینجا داریم کار می‌کنیم امروز اومدیم، ولی خود 2 روز قبلش جلوتر بودیم. جاده‌های پایین‌تر رو می‌زدیم. بله. چجوری میرم بالا الان؟ با خاطر مامان میبرن قضا با خاطر چیزا میبرن بالا. ایشالا این جاده زده بشه کارشون فکر کنم خیلی راحت بشه. ایشالا دیگه جاده صخره ها راه بستند تا صبر ما را بیازمایند. جاذبه خاک تن را به پایین می کشد و جاذبه آسمان روح را به بالا و انسان در حیرت میان این دو جاذبه راه خود را به سوی حق باز می شناسد. بولدوزرچی با حوصله‌ای شگفت آور مرکب غولاسای خیش را جلو و عقب می برد و تن کوه را می خراشید. صخره‌های بزرگ جدا می شدند و به عمق دره می غلطیدند و جاده وجب به وجب ساخته می شد. وقتی که او دوربین را متوجه خیش دید، یک دستش را از دنده رها کرد و بالای سرش برد و فریاد زد: مرگ بر آمریکا، جنگ جنگ تا پیروزی. و عاقبت کار در اراده شکست ناپذیر مؤمن صبور تقدیر شد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. در راه بازگشت به ستونی از نیروهای تقویتی برخوردیم که به سوی خط می رفتند. مهم این است که آنها با اختیار خیش پای در میدان رزم نهادند و به چشمه خورشید پیوستند. خورشیدی که هنوز ظاهر نشده، بشارت طلوع آن شرق و غرب عالم را فرا گرفته است.